میر عماد استاد نستعلیق دوران صفویه اما گرفتار در حسادت درباریان. سال 1024 هجری قمری اصفهان پایتخت صفوی. میر عماد بزرگترین خوشنویس نستعلیق در اوج شهرت، اما امشب آخرین شب زندگی اوست. حسادت بزرگترین دشمن هنرمند است. علیرضا عباسی و درباریان میر عماد را تهدیدی برای جایگاه خود می‌دانستند و نقشه شومی برای نابودیش کشیدند. در یک شب تاریک در سکوت حمامی بخار گرفته در اصفهان، سایه ها از پشت نزدیک شدند و دستان خیانت نفسهای آخر استاد نستعلیق را در میان بخارها محو کرد و علم او برای همیشه خاموش شد. هیچ کس برای مرگ میر عماد سوگواری نکرد. همه خاموش ماندند، حتی شاه و درباریان سکوت کردند. قرنها گذشت، نامها فراموش شدند، اما نستعلیق زنده ماند و میر عماد هنوز در میان جوهر و کاغذ نفس می‌کشد.